السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا در آیاتی که الله پاک در سوره فرقان می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. در این باره پیش از اون که این در این آیات در شرحش بدرویم که آیا در حق فرزند یا اینکه در حق همون جماعت خودش همون نفر دعا کردن چه حکم دارد، این از انبیا ثابت شدگی هست. از جمله حضرت ابراهیم علیه السلام در حق خودی بگیم اون حضرت و در حق فرزند چون دعا کردن که گفتن که وجعلنا مسلمین لک. و در اینجا هم که هست چندین خصلت‌های نیک الله پاک ذکر کرد. رفته همون نفرهای را گفت که یک انسان‌های نیک و انسان‌های خوب همون نفرهای هستند که میگویند که پروردگارا هب لنا، یعنی که بمان ببخش و نصیب بگردان، من ازواجنا گفته از همسرها، یعنی که ازواج گفته همسر چی شوهر باشه چی زن باشه همش در نظر داره. زن میتونه هم دعا کند، مرد میتونه هم دعا کند. و ذریاتی نگفته و فرزندهای قرة اعین باشد. کلمه قره به معنای دو معنا قطعی هست، یکی به معنای قرار می شود، یکی به معنای سردی و خنکی می شود. چی معنا میگیره به معنای قرار بگیریم؟ یعنی که فرزندهای نصیب بگردان که قرار بگیره چشمهای ما. اگر به معنای سردی بگیریم یعنی که پروردگار نصیب بگردان با ما چی؟ مثلا که سرد شود چشمان ما. به دو معنا، هر دوش یک معنا می شود رفته چه خیل. یعنی که وقتی که آب اگر که خنک باشد سرد باشد نمی جنبد، قرار میستد. وقتی که آب گرم شد می جوشد دیگر اون دیگر قرار نمیستد. یعنی که به معنای سردی بگیریم یعنی که آبی سرد نمی جنبد و قرار میستد، و هم که هست خنک هست سرد هست، به خاطر سرد بودنش نمی جنبد قرار میگیره. اما به معنای اگر گرم زیدی این است یعنی که هم سردی و هم قرار در این آیه توغر میگه. یعنی که الله پاک نصیب بگردان برای ما فرزندهایی که قرار بگیره چشمهای ما و سرد باشه چشمهای ما، یعنی که ما از پشت آنها کرده گریان نباشیم، به قرار نباشیم. یعنی که به این معنا است، یعنی که فرزندهای با تقوا نصیب بگردان. حاضر قولهای صحابه رو برای ذکر میکنیم ان شاء الله، فقط ترجمهش هستیم. واجعلنا للمتقین اماما، بگردان برای چی؟ ما را برای متقی ها پیشوا بگردان. چی معنا دارد؟ در اینجا یک مختصری تفسیر طبری و تفسیر قرطبی و ابن کثیر همین ها را مختصرا ذکر میکنیم که در این باره چی گفته هستند. از جمله الان قرطبی در این باره میگوید که وقتی که گفته است که هب لنا من ازواجنا و ذریات قرة اعین، در اینجا روایت را میارد که از حضرت علی از حضرت ابن عباس روایت میکند. میگه گفت که یعنی که عمل کنن فرزندهای ما بر طاعت و قرار بگیرد و سرد باشه چشمهای ما در دنیا و آخرت. و در اینجا با آمدگی است که میگه شیندم بسیار که میپرسن از حسن که ای ابا سعید میگفتن هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین در دنیا و آخرت است. میگفتن که حضرت حسن که بلکه در دنیا، یعنی که در دنیا ببیند فرزند چه انسان که یعنی که اطاعت الله میکند و چی نمیشود مثلا فرمانبرداری الله نمیکند. و در اینجا میگه که بعضی یک صحابه کرام وقتی که گفت که این پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بسیار در یک زمانی فرستاده شد که بسیار زمانی وزنین است و زمانی هست که انسان ها بت پرستی را بالا میدونن از یگانه پرستی در کرده، و یعنی که عجیب زمانی هست گفتن. بعد گفتن که چه خیلی که ما بدونم که پدر و مادر ما در دوزخ هست، برادر ما در دوزخ هست و در دنیا ببینی که او بت پرست باشه من یگانه پرست باشم،
خیلی چشم ما قرار میگیرد. گفت در همین حالت همین آیت بگیم که نازل شید و خواندنش چی شید برای همه بگیم که مانند بگیم که این دعا را خواندنش بلکه ضرور هست که میگه که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، یعنی که این دعا را بکنید شما اصلا دیگر اون چی هستن چی نیستن شما همین دعا را چکنید بخونید. یعنی که مرادش این است که این دعا را خواندن برای هر یک انسان ضرور هست که دعا کند که پروردگارا یعنی که فرزندهای ما را چکند قرة اعین بگرداند و الله پاک از گناه و از معصیت نگاهشان بدارد. و دیگر که هست گفت که وجعل، یعنی که بگردان همو را گفت فرزندان وجعلنا للمتقین امام بگردان ما را برای متقی و امام. در اینجا قرطبی را میگه که یعنی که از ابن عباس ذکر میکنه که بگردان همون ما را که یک نفرهایی که به ما اقتدا کنن مردم، یعنی که ما را دیده ببینید قدر انسانهای با اخلاص و قدر انسانهای با تقوا مردم به ما اقتدا کنن و ما با ما پیروی کرده شود. و در دیگر قول ذکر میکند که یعنی که ما را بگردان اقتدا میکردگی به انسانهای سلف صالحین و دیگر ما را مقتدی های همونها بگردان که ما پیروی آنها کنیم و دیگرها را پیروی ما بگردان. میگه این خلاصه قول چی بود؟ طبری بود. قرطبی را همین قول ذکر میکند و میگوید که یعنی که ما را بگردان پیشوا برای انسانهایی که یعنی که برای انسانها پیروی از ما کنند که به سبب با تقوا بودنمون در کارهای خیر و فرزندهای ما را میخیل بگردان که یعنی که اونها چی باشند چشمهای ما آرام باشد و سرد باشد، یعنی که گریا نشود. بعضی وقت در اینجا بعضی فایده ذکر کردگی هست میگه که انسان وقتی که از خرسندی اگر میگریسته است در اون حالت آب دیده اون سرد بوده است، یعنی که گرم نه. وقتی انسان میگریسته است آب دیدهش گرم میریخته است و چشمهاش گرم میشیده است. وقتی که میخندیده است و تبسم با خنده اگر آب دیده میبرآمده است اون حالت در چی بوده است؟ سرد بوده است. در اینجا یکی از تفسیرهایی که کوتاه‌ترین بگیم که ذکر میکند بسیار آیات ها را تفسیر جالین است. اونم ذکر میکند که میگوید بگردان همون فرزندهای ما را قرة اعین گفته، یعنی که چشمهای ما قرار بگیرد و آرام باشد و ما را بگردان برای متقی ها پیشوا. اونم کوتاه ذکر میکند. بالاخره بگردیم تمام تفسیرها همین کوتاه میارن، یعنی اگر که چه طولانی را بیارن همین قول قرار میگیرن و اگر که کوتاه هم بیارن چی استفاده میکنیم. الان یکی از تفسیرهای دیگر که در نزد ما است که ذکر میکنه که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، یعنی که قول صحابه را ذکر میکنه که خودش تفسیر میکنه میگه بگردان برای ما در فرزندهامان و زنهامان یعنی که خرسند کننده برای ما باشد. برای چی؟ بالتمسک بطاعتک، چون که اونها متمسک باشن قپنده باشن به طاعت تو و والعمل بمرضاتک و عمل کنن چی؟ برازگی تو. و جعلنا للمتقین اماما، یعنی که بگردان ما را برای متقی ها، یعنی که پیشوا بگردان که اقتدا کنن بر ما حتی متقی ها، یعنی که ما را همچنانی بگردان در دین خودت ثابت بگردان که و اهل علم بگردان که حتی متقی ها از ما پیروی کنن، یعنی که ما را به درجه با تقوا و اهل بگیم که پیروی کننده بگردان که حتی متقی ها ما را دیده پیروی کنن. یعنی که در دوامش میگه که دعاتن الی الخیر، یعنی که ما را بگردان همون نفرهایی که به سوی خیر دعوت کننده بگردان و سبب هدایت شدن مردم بگردان. میگه از جای ابن عباس قولش ذکر میکند، میگه که ابن عباس گفتگی است که اقتدا کنن بر ما در خیر، یعنی که ما را مردم دیده در خیر اقتدا کنن. بالاخره این دعا برای همسر، یعنی که چی زن باشد چی شوهرش باشد، اگر این دعا را باید بکند در حق یک دیگرشان و دیگر که هست در حق فرزندهاشان
که آنها را در دنیا و در آخرت ببینند که سردی و قرار بدن چشم آنها باشد. چه صحابه کرام گفت که چه پدر و مادر من در دوزخ باشد یا یک فرزندی من در دوزخ باشد، من قرار میگیرم که همین آیت گفتن چکنید بخونید، گفتن که الله پاک فرزندهای ما و شما جنتی باشند و خود ما یک نفرهای باشیم که متقی ها با ما اقتدا کنند و پیروی کننده باشند. که این دعا خصلت های انسان های نیک است، یعنی که انسان نیک یک از همونها که چند خصلت ها را ذکر میکند. وقتی که انسان هایی که مثلا که به کار خیر مثلا دلالت میکنند، وقتی که انسان هایی که وقتی که به پیش انسان های گپی سخن های بیهوده میگفتگی میگذشته باشن، اونها اهمیت نداده اونها را و رفتن میگیره به هم آبروی خودشون و همین خیل چندین این خصلت ها را ذکر میکنند. در آخر آمده همین هم ذکر میکند که انسان های هستند که میگویند پروردگارا ببخش به ما، نصیب بگردان بر ما از همسرهای و فرزندهامان قرة اعین بگردان. چه همسرهامان باشد همین خیلی باشند که چشمهای ما قرار بگیره و سرد باشد، و چی بگیم که فرزندهامان باشند که اون شادگرداننده چشمهای ما باشد. میگن و بگردان ما را برای متقیات چی بگردان؟ ایمان بگردان. در اینجا یک چند تا استفاده دیگه کردن هم ممکن هست، از جمله که وقتی که انسان متقی شده نمیتوند و یا از جمله انسان پیشوا شده نمیتوند که به اون مقتدی ها اقتدا کنن مگر به وجود علم می شود. این به علم این چیزها مستحیل است که انسان متقی بگد و اون این به حلال و حرام نفهمد. مستحیل است که انسان آنها را پیروی کنند، متقی ها پرهیزگارها، که در حالی که آنها جاهل باشند. چون که از جاهل اگر خودش را اهل تقوا بگیرد هر آینه غلطی های زیاد از اون سر میزند و اون قابل اعراض می شود و هر بگیم که گپ های ناجور در حق اون شیدن پیدا شدنش ممکن است. هر آینه انسان مثلا که اهل با اون اقتدا کردن میشه در حالتی که اون چی باشد؟ اهل علم باشد، بالا این دکرت با تقوا باشد، بالا این دکرده که هست از تمام نازکی های شریعتش عمل کننده باشد. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.